السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، یک پیام داشتم برای بلاگرهای تاجیک، بلاگرهای محترم ما که روزهای آخر از حد و اندازه تجاوز کرده ایستاده اند، به دنبال عیبها و خطاهای دیگران افتاده اند. با خاطر دو تنگ پول یوتیوب کار میکنند که آبروی خود و دیگران را میریزانند. شما گمان میکنید که وقتی به آبروی کسی چنگ میزنید، کسی به آبروی شما چنگ نمیزند، پس شما به فکر آبرو و ناموس خود باشید. چطوری که ما شاهد هستیم، همون نفرانی که، همون بلاگرهایی که به آبروی کسی چنگ زدند و همیشه در سر زبان آنها غیبت و دشنامهای فحش و به آبروی کردن دیگران بود، اینها را خداوند شرمنده کرد. کسی دیگری در آبروی اینها چنگ زد و آبروی اینها را ریخت و کارهای پنهان اینها را آشکار کرد. العیاذ بالله. به خاطر الله از نوارهای جوابی که پر از غیبت، دشنام و حقارت و به آبروی کردن دیگران است، از الله بترسید و پرهیز کنید. این پیام جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را میخواهم به شما برسانم که خیلی تکان دهنده است. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه میفرمایند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که مرا به معراج بردند، از کنار مردم گذشتم که آنها ناخنهای از میس داشتند و سر و روی و سینه خود را میخراشیدند. از جبرائیل علیه السلام پرسیدم که اینها چگونه مردم هستند؟ فرمود اینها مردمی هستند که در دنیا گوشت مردم میخوردند، یعنی غیبت مردم میکردند. خداوند غیبت کردن کسی را در قرآن عظیم الشان برابر با خوردن گوشت مردار انسان قرار داده است. به همین خاطر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اونها کسی هستند که در دنیا گوشت مردم میخوردند، یعنی غیبت مردم میکردند و به دنبال عیبها و خطاهای مردم بودند، یعنی به دنبال به آبروی کردن و ریزاندن آبروی دیگران بودند. روایت ابو داود. برادر و خواهری که میخواهی به آبروی کسی چنگ بزنی، این پیام جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را به گوش عبرت بشنو. بترس از آن روزی که این عذاب الهی بر سر تو بیاید. بترس از آن روزی که الله رب العالمین در همین دنیا تو را شرمنده و رسوا کند. پس در پی آبرو و ناموس خود باش. از الله بترس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.